دومولو حکمت‌الله توجیک‌آبادی روحانی شناخته توجیک روز 13 اپریل در 80 سالگی درگذشت. یکی از نزدیکانش گفت او چند وقتی آخر بیمار بود. دومولو حکمت‌الله توجیک‌آبادی تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی سابق و در نزد مولا نعمت‌الله، دومولو جورابک غرمی، دومولو نظری، دومولو خوجه کلوبی و دومولو شیرعلی اندیجانی گرفته سپس در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. او همواره از حکومت کنونی در تاجیکستان پشتیبانی کرده 7 سال پیش از مردم خواسته بود در آخر هر نماز در حق رئیس جمهوری دعا کند. وی در یک صحبتش در مرکز اسلامی تاجیکستان در سال 2014 اطاعت از سروران به خصوص اطاعت به پادشاه را واجب دانست. امر اطاعت نمودن به پادشاه در چندین احادیث ذکر گردیده است. اینچنین در عقیده اهل مذهب حنفی اطاعت نمودن به پادشاه امر واجب می باشد گفته بود او. هرچند ایده دیگر از روحانیون با چنین اندیشه مخالفت دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در چند سفرش به وادی رشت با روحانی شناخته ملاقات کرده است و تصویر صحبت آنها در بایگانی‌ها محفوظ است.